Бобоҷон Аллоҳ шумо рӯшн бошад, ба ҳамаи муроду мақсадатон бирасонед. Мо шаҳри Макка омадаем, компанияи Замзам марҳамат компанияи Зур раҳмат ки моро яка дастгирӣ мекунад. Мо айём миннатдорем. Касе омаданӣ боша марҳамат кунад. همه روزه نخیر کمپانی خدمت رسانی چه خیلی مردم همه بهترین. دوستان عزیز امروز روز سعید جمعه است. برای که شما مبارکباد میگم پروردگار سال بانان خانه آباد باشه. دوستان مسئله گپ چپی پلاستیک میر حج عمره زمزم مارکت زمزم عمره یعنی که الحمدلله برادران ما 60-70 آدم راون کردگیم 15 نوامبر انشالله با یک ماه باید برگردم. خشرو حج کرده استادم وقتی از مکه به مدینه رفتم. من پارچه ویدیوهاشون هست نماز میمونشو که متاسفانه پروفسیونال استفاده نکردن. خیلی تماشا کنید چقدر حلاوت میگیره انشالله بهره میگیره. بعد با میمونم حجامه که در پلاستیک میرداریم باری بسیارشون اومده یعنی سکیکه کلان دارن با پدرکا قرآن دارن برای شخصی که حجامه میان انشالله. خلاصه که تماشا کنید با دقت. بعد مسئله نرخ نوار شخصی که نو تماشا میکنه دوستان میگه که کسی که از کمپانی زمزم عمره میدوه خود یعنی که ایدرنی مسکو گراجدانی تاجیکستان ازبکستان فرق نداره کدام دولت $2000 یعنی $200 سکیتکا کردیم الحمدلله. از شخصانی که ای تاجیکستان میرون خصوصا ای ازبکستان میرون یعنی که از تاشکند فرق نداره گراجدانی راستی ازبکستان ای تاجیکستان ای برای که ما الحمدلله خلق زبان و تاجیکستان همه را برده شدیم. فرق نداره کدومی که ای تاشکند میکاره ای کمپانی ما $2200 برای مقصدی بلیط ای در $2200 چی میدرویه؟ ویزا میدرویه. در $2000 چی میدرویه؟ خوردن جای خوب راه بلد برده وردن. اگر ای تاجیکستان بره ای خودی ودن اساس میگیرن تو میان با ودن اساس میمونه راه بلد. اگر ای مسکو بره انشالله ای دمادید میبرن تو با میان دمادید میمونن تو انشالله. خوب دوستان عزیز با دقت رقم‌ها در روی اکران حسن جواب میگه به همه سوالات و التماس خواهش میکنم که خدمت که حج رفتنی شرایط رفتن داری پدر مادر اختن کسی نفر نداره کسی روی میکنی همون شخص خواهش میکنم روان به خاطر آنه که چی نکنن قرض نکنی نروان قرض روان نگیری روان نکنی که با خیلی گپ چپش با بسیاره. خداوند همه شما رو حاجی کنه پروردگار کلی گناههای ما رو عفو سازه. ویدیو درست‌تره من حرکت میمونم بمونم تا شما تماشا کنید. امروز جمعه و دقت یا بارگاه جمعتون مبارک. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با دقت خواهش میکنم تماشا کنید. ای همون زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی پیامبر همجا میومد وقتی همجا میومد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد نماز میخوند دعا میکرد همون لحظه چون میکرد باران سر میشد مسجد قمامه دیگه نامش مصلی. ای همون زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم جاش همینجا بود تا وقتی جهاد کرد ایش چیه میره با نام حضرت ابوبکر مونده بود. مسجد قمامه این مسجد تاریخی است. دو رکعت مسجد مدینه سیگارت ممکنه ابراز نوش ممکنه نوش ممکنه سیگارت ممکن نیست. واحد وقتی برآمدن دروازه 311 قطعی ما میبریم میریم طرف گاسینسا فهمیدی 311 همین دروازه رو یادتون میگیره اون 311 یا پارکوبکا دارن توالتخانه دارن همه امینا هستن که همش توالتخانه هستن همه امینا توالتخانه میدروی حاجتخانه دارن توالتخانه دارن همش هم کلا اینجا و پارکوبکا دارن دیتر
نه زباری که میبینید زبار بلند او چه قبرستان بقی همو هست قبرستان بقی همو هست اونجا را بگاه سهر یا که بکر هر وقت که وقت یافته جا سهر بعدی باندو 1 ساعت هویه بعدی نماز عصر هم هویه وقت زیارت قبرستان بقی بله همونجا هست نه 10,000 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم در میگه خوب است حضرت حسن حضرت زین العابدین حضرت عثمان حضرت فاطمه و دیگه همه در میگه خوب است 10,000 ام المؤمنین همش هم میگه همش خیلی رفتن نماز خواندن بله انا نای با سلام میگن نمی دروازه که میبینه آه اون با سلام میگن سلام الله دروازه داخل یاد نه گنبد ساوزی که میبینه خونده پیشتره قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق عمر فاروق هر سه اونها چی هستن در ذهن همین هستن قبر ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نه قبر نور در دنیا صورت قبر پیامبر نیست صورت قبر پیامبر نیست چون چند صد سال میشود که وقتی که جوان یهودی وقتی که حمله میکنن که جسد پیامبر را بدزدن در تو هست بعد همون میگه قبر پیامبر سیماب ریخته گن بالاش هم دیوار کرده گن 2 تا 3 تا دیوار کرده هستن همین خاطر در یگان جا صورت قبر پیامبر نیست چند صد سال میشود که دیوار کرده میشه نه نمیشه چون bu پنجره هست بعد پنجره همون جاش میشه دیوار رو دیدم تمام اینجا دست چپ خطی برای اگر تا آخر میره دست چپ راست میره دست چپ چند تا چی هستن 10-20 تا درخت هستن اینجا را سقیفه بنی ساعده میگن جایی که مردم میشتن اول مجلس میگذارن مصلحت میکردن در همون جا بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ادمیو میروند بعضی میگن که خلیفه کی شود طرف انصار شود مدینه یا که طرف مهاجرین طرف مردم مکه شود اختلاف میشه خلاصا به همین نظر میان که باید که خلیفه بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر شود خلاصا حضرت ابوبکر صدیق در همون جا چی شده تعیین شد به خلیفه مسلمان بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا رو میگن جای تاریخی است خلیفه بنی ساعده جایی که میشتن اونجا یگان چی میگذارن این هم جای چه تاریخی هست مسیری چی تماما مصلی دلوم داشته یا؟ نجاش چی هستن پشتی همی هستن پشتی هسته کوی اون پشتی هستن انا همین مسجد اهل طرفش جوی چی داره؟ جوی زنکو داره مثلا اونجا بیانه داره جوی یا پروردگار الله انا در کعبه یا الله یا الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله زون چیکار abi در تلویزیون میبینی رمایدن اصلا دلی همین کلون کی نه مسجدی نو بود است مدینه ده اون اوش مسجدی کنه این هم روز ما جماعت میکنیم ان شاء الله
Mana hojilar nima yaptı? İnşallah Xudo xolasa Madinaga ketamiz. İnşallah nasib qilgan bo'lsa. Yo'llayapmiz Madinaga inşallah. Mình nằm không? Ben her bağlı. موبایل خانه من و روضه من در درون میدونیم راه اوس خطی ما شما مسلمان بله بله باز ما میریم سلام میگیم با پیامبر صلی الله علیه و سلم با چیزی میگه روضه اوس خطی میبریم با وقت ساعت Vaqt sochka ساری زنکن حسد منطقه inşallah. دیگه آدم اومده نمیتونن کاغذ ندارن نمیتونن Ravzada. Kız bu elgim için اللهم صل mesela درود بخونی اللهم صل علی محمد درود ابراهیمی رو بخونی اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم همون سنگی که رسول الله در تاینمی سنگی کلان بجاش دیگه خداوند کریم لا اله الا الله محمد رسول الله نمی سنگ بهترین سنگ کلانه تاش یک نیچه کلانه اینمی سنگی که رسول الله
Mecede bacoş dege. Vakti ki işlerim yok. İşlerim yaşamak ki para yok. Cemiyen bacoş. Sanırım taş gora. Aynı cemiyedir ya. Sen behterin sanki kalana. إلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله yakın cidden. Zan olmuş mu istomen hafta? Mam gibi istiyor. Oşeran müjdim Boğaz'ı ve bu hafta baylar. Bak işte gelmiş bu hayatımda aşıyoruz. Durun da. Şimdi prospekt mir inşallah. Hicama. Qoriyo. Qori Fathaddin, Qori Muso در خدمت ان شاء الله. رقم‌ها در روی اکران. اینا دوستان عزیز خیلی گفتی عدد دادیم نه قدر قرآن اینجا شما داریم کدمی که اومده است هجوما قرآنش پدر که داری قری هجوما را میکنی همه خدمت رسونی 2000 پلوس یک قرآن اینجا نه قرآن اینجا در جام ده خیلی در اینجا ان شاء الله فقط دعا گو باشه ان شاء الله همش خوب میشه فقط بس سری بلند با بواره قری فتحالدین چی گفتنی برای مردم مسلمان مردم مسلمان بیان سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زنده کنن ان شاء الله سبوک میشوند باز بعدی سبوک شدن ان شاء الله یک قرآن شما میتونیم با میران میخونن در حق من دعاگو میشن ان شاء الله نور علی نور ثواب در بالای ثواب ان شاء الله ان شاء الله دوستان خدا بله خوب شما چی گفتین قاری موسی جان سلام علیکم خوش به حال هر دفعه امی بچه‌ها او دفعه سوال دادن در کامنتر یکی امی اکد جینخونی میکنه نرخ میمونه در امی جینخونی نرخ نوا هست نیست یعنی در یگان کتاب بوده یگان جا اومده که امی دعا خونی اما نتر دعا میخونی مثال گپ 1000 روبل مثال یا 2000 بتیم امی هست یگان جا اومده وقتی طلب کردی از ثوابش خارج میشه یعنی که دعاشو میخونی کسی چه میتیه از برای خدا بله برادر عزیز یعنی که شما اینجا بعضی آدم‌ها خطا میکنن این توچکه قاری موسی یعنی که حجامه میکنه مثال میگیم حجامه مساج این قاری فتحالدین مقصد اینجا که کمکش میکنه این جای عدل نه یعنی که در همینجا دو کام نتگه قاری موسی حجامه مساج همه چی میکنه باید قرآن پدرکه آقای فتحالدین فقط اینجا دعا خونه فقط جین میخونه یعنی با گاگا قاری موسی رو میوردن میکنه یعنی که باید جدی بفهمی در یگان جا قاری فتحالدین نرخ نوا نمونده این نمیمونه انشاءالله برای کسی خیلی دعا خون چیزی داد همون نداد پناهشون بر خدا بود کدامش نداشت ان شاء الله بو میگردونیم میتیم بله السلام علیکم خداوند نیستم کنه پروردگار سربلند باشه دعاگو باشه پرسپک میر آمد اینه کو گاوزن چی بار اومده که خیلی عکس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز همون نمود دروغ هست برای سخن دیابت برای پروستاتیت برای شامپون بهترین همون نمود ابیوم کلون معده ان شاء الله خوش میگه که نرخ با انصاف میشه برای خراب شدن برای فربه شدن برای درد گرده و هست امگا 3 دیسکی برای کودک‌ها برای عصبشون برای عصب برای اینکشوش بدنشون برای نوتی نه جواب دوستان خدا چی داره فیتابوچکا داره همه خدمت رسونی ان شاء الله در خدمت شما اوی زمزم سر کردگی خب بعد کدوم برادر که پیجامه میاد یک قرآن پدرکار بله بوری موسی اومد تو جکان هجامه پرسپک میر پشت خطی
دقتی لبه شهر اوبلاست توجیکستان رو چی برو دیگه برای چی کسلا açık sakın bora derdi zon. Ne o zamzam mı? O zamzam. O zamzam. Abi gasi dedi ki bora derdi poça mazo inşallah ki narxi arzun nişavan inşallah. Sprey برای موی جوتی شامپو برای نریختن موی سا اسما برای موی زنک. چون عزیز جای موسا مترو پراسپکت میر بارش آمد بار ماری بسیار اینم تپیدگی O zamzam. اوی زمزم برای پخودنی اوی زمزم برای پخودنی اینا یعنی که میوه حجامتون میکنن 2000 همه خدمت رسونه فیتابوچکا مساج و کومی مساج خلاص همه همین نه فیتابوچکوش ای تریزاگ نشومتی اینا فیتابوچکوی اینج همه شته دوران دورو پرو خدمت رسونی با پلوس یک قرونیگه پدرکا ها حجامش منی با قرون پدرکاش منی İnşallah bu kron tamam şarap olmuş enteresan. ماشین که میشه ماشین کارش ما چون میگیری همه همون ماشین که گیرید خدا نگهدار کنه یعنی که برای جلب کردن خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت